قطعی هم باشه نوبت مرغ شکم پره، اونم توی قابلمه با یه همچین بافت نرم و آبداری و همینقدر خوش رنگ و لا. مرغتون رو از شب قبل مزه‌دار کنید با موادی که داخل کپشن بعد نوشتم. برای مواد داخل شکمش یه پیاز خیلی خوردش کن. من اون موادی که مرغم باش مزه‌دار کرده بودم به پیاز اضافه کردم. با کمی روغن یکم تفتش بدین، بعد بهش آلو رو بنار، مغز گرد و ادویجات رو اضافه کنید و حالا اون مواد رو بذارید یکم که از دم افتاد بذارید داخل شکم مرغ. شکم مرغ رو با خلال دم خوب فیکسش کنین، ببندینش. رونای مرغ هم بهتره با نخ خوب صف ببندین. بعد بالاش هم با خلال دم خوب فیکسش کنید. حالا مرغتون رو آروم بذاریدش داخل روغن داغ با شعله متوسط کامل دور تا دورش رو سرخ کنید. حتی بغلای مرغ هم بذارید خوب سرخ بشه و طلایی بشه. بعد اون خلال دندونا رو در بیارید. بعد این سسش رو به گوجه رو بنار، آلو رو با هم دیگه ترکیب کنید، آبم بهش اضافه کنید. جوش که اومد، حالا مرغ که خوب سرخ شده اطرافش رو بذارید داخل اون مواد. 2 ساعت با شعله کم حسابی قل بخوره با در بسته تا خوب مرغتون بپزه. دقت کنید قبل از اینکه مرغتون رو داخل سس بندازین حسابی سرخش کنید که وقتی تو سس میره بیرنگ و رو نشه، همینقدر خوش رنگ و طلایی بشه. یعنی امتحانش نکنی از کفت رفته، اینقدر که خوشمزه است. دکمه سیو و لایک رو بزن.